از آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیثی خواب گویم. چو رسولی آفتابم و طریقی ترجمانی، و نیهان از او بیپرسم و شما جواب گویم. با قدم چو آفتابم با خرابه ها بیتابم، بیگریزم از عمارت سخنی خرابه گویم. از دوران خیلی قدیم نیاگان ما مردمان آریایی در هر یک فصل سال جشن‌های مخصوص داشتند، رسم و عادت‌های مخصوص داشتند. هر یک رسم و عادت، جشن، مراسم موافق طلبات و ضرورت به میان می‌آید. ما از قدیم در فصل بهار جشن نوروز، در تابستان تیرگان، در تیر ماه مهرگان و در زمستان جشن صده را داشتیم. جشن‌های ما به چند گروه تقسیم می‌شوند. در طبقه یکم جشن‌ها و آیین‌های باستانی، اسطوروی و فصلی داخل می‌شوند. دوم گروه جشن‌های ملی، مهنی و حکومتی. سوم گروه جشن‌های مذهبی. چهارم گروه جشن‌های منطقوی و پنجم گروه جشن‌های خانوادگی. اگر انا از همین زاویه نظر کنیم به جشن صده در گروه یکم، یعنی در فهرستی جشن‌ها و آیین‌های باستانی، اسطوروی و فصلی داخل میشه. 4 جشن بسیار بزرگی، شکوهمند، ملی و مهنی و وطنی هم گویه می شود و جهانی هم گویه می شود. همه اینها با زندگی در یک نقطه سرجم می شوند یا که تمرکز پیدا می کنند. جشن‌های مشهورترین ما که در دایره فصل سال تجلیل می کردن، همشون با 4 عنصری هستی ساز و زندگی ساز ارتباط می گیرند، یعنی به همون آتش و آب و باد و خاک. از همین 4 ترکیب یا 4 عنصر در فلسفه و فرهنگ جامعه شناسی و دین شناسی و عموما در فرهنگ ما اینا رایجن، زندگی ساخته می شود. یعنی اینا گوشت، ناخن و پوست زندگی هستند. مثلا نوروز با جشن زمین است، جشن کشتکار است، دهقانی کشاورزی است، جشن عموما خاک و زمین. و جشن تیرگان که در تابستان است، تقریبا در اولهای ماه ایون است، او با جشن آبپاشان، آبریزان مطابق است. یعنی آب در محور این جشن تیرگان قرار دارد. و در تیر ماه در جشن مهرگان ما نور و روشنایی را می‌بینیم که عیناً جشن یک نوع حاصل است. و همچنین جشن صده این جشن آتش است. یکی از سرچشمه‌های نسبتاً معتمد ما شاهنامه هست که بازگوکننده تمامی جزئیات و کلیات فرهنگ ما در تاریخ است. در شاهنامه این جشن را به هوشنگ نسبت می‌دهند. البته این هم روایتی است که هوشنگ در وقت شکار مار را می‌بیند و سنگ به طرف مار می‌زند. مار البته جسته می‌گریزد، اما سنگ به سنگ دیگر زد آتش پدید می‌آید. تا این زمان مردم چگونه افروختن آتش را نمی‌دانستند. وقتی آتش پیدا می‌شود، هوشنگ بسیار خرسند می‌شود و می‌گوید که اینو جشن گرفتن در کار. هوشنگ وقتی که این حادثه را دید که آتش پدید آمد، آن سنگ‌ها را گرفت، مقدس داشت و گفت که خداوند به ما رازی پدید آوردن آتش را عطا کرد. این قصه تا اینجا میآید و از اینجا هوشنگ برمیگردد میآید به خانه و در کوه آتش میافروزد و بزم و سور و شادی شروع میکنند و من بعد در هر یک جشن صده آتش افروزی میکردند. و آتش افروزی یکی از اتریبوت ها، یکی از خصوصیت های جشن صده است.
رمزی مثلا کشت و کار است، رمزی کار است، رمزی فعالیت است، رمزی جستجو است، رمزی کاوش است، رمزی پرسش است، رمزی آفرینش است. یعنی با افروختن آتش گرم کردن دل مردم و جسم مردم به کار دعوت کردن و همینطور فردوسی می‌آورد که از همین شخصیتی مثلا شهریار هوشنگ همین جشن صده یادگار مانده است و کذابات کردن جهان شاد کرد، جهان به نیکی از او یاد کرد. لیکن این گپ ها همه روایتی هستند. جشن صده جشن دیگرگونی سال و فرا رسیدن زمستان است. وقتی که ما درباره جشن صده صحبت میکنیم، قبل از همه باید ما تقویم باستانی را دانیم. تقویم نیاگان ما که در اساس آیین مهرپرستی به وجود آمده بود. حدودی 3-4 هزار سال پیش نیاگان ما آیین داشتند با نام مهرپرستی، یا در علم این را میترائیسم میگویند. و خدای آیین مهرپرستی خودی مهر بود که در سرچشمه‌های خیلی قدیم با نام میترا قید شده است. تولد او در 21 دکبر راست آمده است، موافق البته تحقیقات‌های عالمان. محض از 21-22 سرگرده روزها ذره ذره دراز می‌شوند، روشنایی زیادتر می‌شود، گرمی نزدیک می‌شود و همین طریق میترا در زیر زمین در غار تولد شده است. البته اینا اسطوره‌ها هستند، افسانه‌های خیلی قدیمی باستانی میباشند. و وقتی که او در غار تولد شد 40 روز چیله می نشیند و بعد از 40 روز از غار بیرون می آید. و وقتی که ما از 22 دکبر شماریم و 40 روز اگر حساب کنیم 30 ینور می شود. یعنی همون چیله کلانی که تا امروز ما تاجیکان داریم عیناً همون 40 روزی است که مرحله از تولد میترا تا از غار بیرون آمدن او است. و جشن صده رو با مقصدی از چیله بیرون آمدن مهر برگزار میکرد. در مأخذهای تاریخی از جمله در آثار باقیه بیرونی شماره 100 در مفهوم همین تشخیص شده است. لیکن محققان بعدی مثل مهرداد بهار در کتاب‌های از اسطورات و تاریخ و دیگر پژوهش‌هایی که در رابطه با اسطوره‌های قدیمی ما کرده است، در اونجا میگوید که کلمه صده به معنای آشکار شدن، ظاهر شدن و پدید آمدن است. پدید آمدن چی؟ اگر باز به این طرف میریم با مضمون فلسفی همین پدید آمدن روشنایی، نور و گرمی. اگرچه دیوی سرما قصد ما کرد، ظهور مهر گرمی را عطا کرد. نمیدونم بیتی که مردم بافته است، اگرچه بداهتاً بافته است، لیکن مضمون و ماهیت فلسفی همین جشن را انعکاس کردن نشان داده است که دیوی سرما در فرهنگ ما سرما و خنکی و یخی این مصیبت ملی و فرهنگی و وطنی حساب میشه. در فرهنگ ما با گرمی و نرمی و این چیزا بیشتر توجه شده است و اینا ارج گذاشته شدن به نظر میرسد. موافق علمی دقیق چند سال پیش در یکی از یادگاری‌های ترکمنستان کنونی که پیشتر البته اونجا جای تاجیک نشین بود، در یک یادگاری با نام گانور از طرف باستانشناس سریانیدی کشف شده است. در اونجا یک ظرفی است که 8 متر قطرش است و 1.5 متر چقری دارد، زینه قطعی می‌فراید. اون جای آتش افروختن برای جشن صده است. این اولین جشنگاه است که در بازیافت‌های باستانی در داخل شهر پیدا شده است، چون که البته در شهرهای قدیم ما چنین جشنگاه‌ها بودند لیکن امروز کشف نشدند. امروز ما معبد آب را و برج آتش را در کران پیدا کردیم. هست این چیزها در کران درواز هست. در همون قصر شاهان درواز یک چخری هست، اونم درست آموخته نشده است. شاید که در همین جا جشن صده برگزار میشد. اصلا که گوییم اینجا 1 هکتار زمین است، فقط جای شاهنشین است و بخش های جنوبی ما مخصوصا دهه سربازان است. در این قسمت شرقی
هنرمندان، زرگران، خدمتگاران شاه در اینجا زندگی میکرد. در اینجا یک خم سنگی هم یافتیم. این به زمان قدیم نسبت دارد به عصرهای 4 و 5 پیش از میلاد. آریایی ها در بلندی ها در روزهای جشن آتش میافروختند. لوح کتاب است، در پایان شما میبینید که 3 متر درازی دارد، 1 متر پهنایی دارد، در بالای کرسی قریب 1 متر ماندگی است. در زیرش محراب است که هم نشانه آتش و هم نشانه آب، اینجا جای جوبار است. بعد راهی که همون راه قطعی موبد میوید در همون محراب برآمد میکند. در اونجا جای نشستگاه هست که برای 3000 آدم. این خیلی جا عموما فقط میتواند که دولتی بزرگ همین کار را تشکیل کند. یگانه شاهیگری بود که سلاله محلی را از زمانهای قدیم تا عصر 19 نگاه داشتند. مأخذها تاکید میکنند که در زمان اردشیر بابکان، زمان ساسانیان، همین جشن رواج پیدا میکند، یعنی تابش دیگر پیدا میکند با نظرداشت شرایط و فضای نوی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی. و اردشیر بابکان با احیا کردن سنت های قدیمه، از جمله همین صده نام خودش در تعریف می‌نماید و مراسماتی مربوط به صده پیدا می‌شوند. و حقی می‌نویسد که در یک واده از سن بهار درخت‌ها را می‌بریدند و خشک می‌کردند و در جشن صده بسیار یک مناره بزرگ ساخته بودند. وقتی که آتش افروختند تمام واده تمام شب روشنی می‌داد. هر چقدر آتش را بزرگ کنیم ما همون قدر قوت زندگی را نسبت به مرگ نشان دادنی هستیم. در زمان حکومت سامانیان، در زمان حکومت‌های غزنویان جشن صده خیلی با شکوه قید کرده میشه. این جشن با فراگیری مردم جشن گرفته میشه. مثلا اونجا شاعران دربار جشن می‌گرفتند. خب طبقه‌های گوناگون اجتماعی به هم می آمده هستند. بزم و بزلگویی و شعرخوانی و اینطور کارا میشده است. و اما در نوبت پسر محمود غزنوی، سلطان مسعود غزنوی، یک چند سال آن را ادامه داد، یعنی در نزد دربار با تمام رسمیاتش تجلیل شد و بعداً مسعود غزنوی مقابل آن برآمد. او قید میکند که این آتش پرستی است، این مثلا جشن صده جشن مجوسی ها هست، این بخلاف مثلا دین اسلام باشد. و به همین او در شکل رسمی جشن گرفتن آن رو در دربار و در مثلا با اشتراک مردم عامه قطع کرد. لیکن به فکر من صده پیش از همه این جشن دیگرگونی سال است، فرارسی زمستان است و به هیچ یک روایت دینی وابستگی ندارد. و همین طریق از عصرهای 12 شروع شده این جشن از دربار از طریق رسمی به کوهستان رفت و در بین مردم گسترش یافت. در شکل‌های گوناگون صورت می‌گرفت. ما دیگر سرچشمه‌های مستقیم یا دوره معلومات معتمد نداریم که در عصرهای میانه از عصر 12 مثلا تا به عصر 19 در چه شکلی برگزار می‌شده است. ما اگر که اشعار شاعران عصر 9 و 10 را اگر بینیم، 11 مخصوصا منوچهری و فرخی و انصوری و دیگر شاعران را بینیم، در قصیده های اینها در قسمت تشبیه آنها خیلی خوب راجع به جشن صده، مهرگان و نوروز اطلاع داده می شود. در بسیار قسمت های شاهنامه فردوسی وقتی درباره خطری مثلا بیرونی را احساس میکند از زبان قهرمانانش دائم مراجعت میکند که اگر اجنبی اومد نوروز و صده و اینا رو مهرگان از شما میبرد، کلا میبرد. اینا باید که آماده باشید. یعنی حفظ و حمایت نوروز و صده و مهرگان حفظ و حمایت وطن مرز بوم است. کند با زمین راست آتش کده، نه نوروز ماند نه جشن صده. یعنی نوروز و صده و مهرگان اینا منتالیته یا هویت ملی بوده هستند، هویت مردمی بوده هستند، هویت اجتماعی بوده هستند. بنابراین از بین رفتن اینا از بین رفتن مردم تلقی شده است.
ҷашни сада ба оташ иртибот дорад. آتش این رمز زندگی هست، رمز حیات است. آتش افروختن در سده این بخنکی سردی نشان دادن که حیات بردوام است، حیات از سردی و کرختی پرقوتتر است، زندگی نسبت به مرگ هم وقت غالب می آید. یعنی یک نشانه و یک رمز است. جهنمی زمستان همین خیلی اصطلاح داریم و در اسطوره جمشید هم در اسطوره فریدون هم همین جریان خوددفاعی ملی و مردمی و شهریاری با واسطه ساختن مثلا باششگاه هایی که مردم را از خنکی و از یخبندان امین دارد در اسطوره جمشید با نام فراخکرد یافت میشه. در اینجا مردم جمع میشوند که از سردی و یخبندی و خنکی امین باشند و در جشن سده هم همین طور است و با وجود آمدن و پدید آمدن و آشکار شدن روشنایی و نور و آفتاب و گرمی زندگی از سر نو بازسازی می شود. آتش را همه مردم جهان در قدیم بزرگ می داشتند، لیکن آریایی ها فلسفه آریایی همین به نور الهی برابرش کرد، نور حیات. اگر بدن ما گرم باشد ما زنده هستیم، اگر سرد باشد ما مرده هستیم. یعنی آتش این رمز حیات است. بنابراین فلسفه آتش خیلی قدیم است. پیش از همه آتش افروختن این هستی زندگی را قید کردن است. قول معمولی مردمی هست که سده دهقانی 100 کنده سوزانی، هنوز ایام زمستانی، هنوز گوی زمستانی. همین قول مردمی تا امروز رایج است. محور این جشن و عمقیت این جشن بیانگر آن است که امروز هم قطع نظر از اون فشارهای گوناگونی که به سر مردم ما در طول تاریخ آمده است، این جشن از نسل به نسل گذشته است و زمان ما رسیده است. 4000 سال پیش زیادتر مردم ما همین جشن سده را جشن میگرفتن و بسیار با شکوه. طوری که سرچشمه ها اشارت میکنند، مثلا ابو ریحان بیرونی در سال الباقیه معلومات خوب داده است. او میگوید که گلخن های بزرگ می افروختند و در اطراف وی رقص و بازی میکردند، در اطراف وی خرسندی ها میکردند، موسیقی بود، هر گونه مسخره بازی ها بود. این چنین طعام های گوناگون میبردند اونجا با هم تناول میکردند و این گلخن هایی که مثلا در سرچشمه اشاره شده است، بلندی آنها حدود 4 تا 6 متر می آمد. آتش همه جا رو فرا میگیرید، سوختارها با وجود می آمد، چنان سوختارها میشد که دیه ها را می سوخت. البته این جنبه منفی این طرزی مثلا جشنگیری بود است که حتی محمد نرشخی در تاریخ بخارا یادآور می شود که در بخارا چخیل مثلا یک گلخن بزرگ افروخته شده است. یک پرچه آتش به بامی قصر شاهان سامانی افتید و قصر در گرفت سوخت و از حسابی آن مثلا چندین خانه ها و سرای ها سوختار به عمل آمدند و همه خاکستر شدند. یک نازکی دیگر این است که آتش ها یا گلخن های جشن سده در بیگاه در شام اولی شب افروخته می شدند و تا سحر ادامه داشت. مردم در اطراف و گرمی آن مثلا خرسندی می کردند. مراسمات مربوط به سده زیاد بوده، از جمله بزم و شعرخوانی و سرودخوانی و گشت و سیر و گشتی، این چیزا معمول بوده است. خب غیر از این لباسی سفید می پوشیدن. تاج شاهی هم تاج سفید نور پاشان بود. ابو ریحان بیرونی در آثار باقیه می نویسد که در روز سده با روایت شاه در میدان می برآمد، لباس سفید می پوشید و در این روز شاه آزاد بود از محافظانش. همه عرض شکایت های مردم در این روز از جانب شاه شنیده میشد. همون دهقان، برزگر، چوپان راست آمده کمبودی ها را میگفتند و این برای رست جامعه، برای کمبودی ها را نیست کردن بسیار اهمیتی خوب داشت. بنابراین جشن سده یک جشن مردمی است. حتی در امروز هم به طور خودآگاه و ناخودآگاه در خاندان ما هم در مثلا منطقه های کوهستانی ما هم این جشن با این یا آن سبب تجلیل میکنه، مثل که شب یلدا رو تجلیل میکنه به طور ناخودآگاه. یعنی این
همون ارثیت تاریخی ما هست که در حافظه تاریخی ما نهان است، مانده است و به طور خودآگاه و ناخودآگاه در جریان تاریخی میجوشد و خودجوشی میکند و میبراید. ما شکر میکنیم از سیاست فرهنگی حکومت جمهوری تاجیکستان، از تشبس‌های فرهنگی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان که جشن‌های ملی ما، جشن‌های سنتی ما، جشن‌های نیاگان ما را دوباره احیا و جاویدانی نموده ایستادند. و جشن صدا اکنون روز 30 январ در سراسر کشور تجلیل می شود و من همچون متخصص فکر میکنم که جشن صدا را ما بر اون شکلی که در زمان خیلی قدیم بوده است و یک نوع در اطراف گلخن افروزی بازی ها میکردند، با اون شکل دیگر میتوانیم عیناً ادامه ندهیم و باید اتریبوت های فرهنگی و کشاورزی و دهقانی آن را بیشتر کنیم. ما میتوانیم که توسط جشن صدا غایه های بهترین انسان دوستی، طبیعت دوستی، فرهنگ دوستی را عملی سازیم و میتواند این یک نوع جشن نهال شینانی باشد. یعنی در این روز نمایشی تمام نمودهای نهالی میوه های هم سایه افکن هم میوه دهنده و تمام نوعهای گل ها، تخم گل ها، نهال گل ها را مثلا به طور نمایش و تبلیغ باید به مردم پیشکش کنیم. یا میتوانیم در ایام این جشن آمادگی با کارهای کشاورزی باید شروع شوند. یعنی بسیار تدبیرهایی هست که محض میتوانیم ما توسط جشن صدا آن را به مردم هم تبلیغ و هم پیشنهاد نماییم. جشن‌های ما رو بدونی مثلا شبه میتوان گفت اینا جشن‌های نه تنها اسطوره‌ای باستانی بلکه جشن‌های حاضر زمان و زندگی سازند. چون که زندگی در یک جا قدم نمیماند، مثل انسان حرکت میکند و از یک سال به سال دیگر میگذرد، یک مرحله به مرحله دیگر میگذرد. همین جشن‌ها هم قدم عمر انسانند. برای جهانی شوی جشن‌های مهرگان و صدا باید کوشش کرد. گفته میتوانم که جشن مهرگان 100% موافق است که اون به یونسکو پیشنهاد شود و ثبت نام شده مثلا جهانی گردد. اما در مورد جشن صدا موافق کنونسیون یونسکو اید به میراث فرهنگ غیر مادی گفته می شود که باید جشن در بین مردم زنده باشد، عامه مردم آن را تجلیل کنند و باید حداقل از یک نسل به نسل دیگر گذرد. و در مورد جشن صدا ما این را گفته می توانیم که یک اندازه در بین توقف شده است و اکنون در زمان استقلال آن احیا می شود. چطوری که نوروز مردمی است باید جشن مهرگان و صدا مردمی شوند، خود مردم تشبس نشان دهند. امایش در این است که هر مردم هر طبقه جشن میگیره و با جشن به کوچه ها میریزه و با برآمدنش منصوبیت خود رو، ارتباط خود رو، محبوبیت خود رو با این جشن ابراز می‌دارد. با برآمدنش، با شعار پردازی و با صحبت و با گپ زدن و با رفت آمدش، با سیر و گشتش نشان می‌دهد که همین مردم، همین جامعه به صلح و آرامش نیاز دارد. صلح و آرامش و دوستی و مناسبت و پیمان رو از همه چیز بالا می‌داند و وظیفه همین جشن‌های ما هم همین بوده است که مردم رو به هم آوردن، مردم را متحد کردن، مردم را سرجمع کردن است تا با این سرجمعی توانند که دل یکدیگر را بیابند.